که من جوانم، دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. دل صد ترانه دارد، ترانه جوانی، با خود فسانه دارد، فسانه جوانی. ما و تو را نشانه در نوبهار قسمت، صدها نشانه دارد، نشانه جوانی. ایام نوجوانی، دوران گلفشانی، دوران پرنیانی، ای دوره جوانی. السلام علیکم بیننده های عزیز، برنامه دنیا پر از جوانی است. این لحظه همراه شما، با شما هستم من عزیزه یاروبه. ما هر بار در برنامه میکوشیم که جوانان سعادتمند این دیار را به شما آشنا سازیم. پس در این سفر ما را همراهی کنید و از دنیای جوانان با خبر بگردید. در باغ زندگانی جولان زند جوانی، در باغ زندگانی جولان زند جوانی. با عزم گلفشانی، با امر دل ستانی، با عزم گلفشانی، با امر دل ستانی. ما و شما جوانیم، نیروی این جهانیم، از هر دل بسازیم غم بوده میتوانیم. ما و شما جوانه، نیروی این جهانه، ما و شما جوانه، نیروی این جهانه. چون کوهی تاجیکستان بیش گفتم میتوانه، چون کوهی تاجیکستان بیش گفتم میتوانه. جوشم از محبت، کوشم بر صداقت، جوشم از محبت، کوشم بر صداقت. در شرق و غرب سازم باغ بزرگی وحدت، در شرق و غرب سازم باغ بزرگی وحدت. ما و شما جوانه، نیروی این جهانه، ما و شما جوانه، نیروی این جهانه. چون کوهی تاجیکستان بیش گفتم میتوانیم، چون کوهی تاجیکستان بیش گفتم میتوانیم. سرزمینی آبیم، از کوهی آفتابیم، از سرزمینی آبیم، از کوهی آفتابیم. آزاد زادگانیم، نسلی به آب و تابیم، آزاد زادگانیم، نسلی به آب و تابیم. ما و شما جوانه، نیروی این جهانه، تا سول عالم را ما برده میتوانه. ما و شما جوانه، نیروی این جهانه، ما و شما جوانه، نیروی این جهانه. چون کوهی تاجیکستان بیش گفتم میتوانیم، چون کوهی تاجیکستان بیش گفتم میتوانه. ما و شما جوانه، نیروی این جهانه، ما و شما جوانه، نیروی این جهانه. چون کوهی تاجیکستان بیش گفتم میتوانیم، چون کوهی تاجیکستان بیش گفتم میتوانه. هر جا که پا گذارم
آنجا پر از جوانی. مسئولیت جوانان تنها آموزش نیست، بلکه حمایه ارزش‌ها، دستگیری همدیگر و اشتراک فعال در حیات جمعیتی نیز میباشد. جوانان باید آرزوها و مقصدهای خود را با عمل و زحمت به واقعیت تبدیل دهند تا نه تنها خود بلکه دولت و ملت از این نیروی بزرگ استفاده برد. بیننده‌های عزیز، بیاید این لحظه همراه با ما بمانید تا پیگیری بخش نوبتی بخش پیک جوانی باشید. در دایره فعالیت فرهنگی و معرفتی اعضایان محفل پیروانی پیشوای ملت که در نزد ریاست کار با جوانان و ورزشی ولایت سوخت عمل میکنند، محفل شاهنامه خوانی برگزار نمودند. هدف از برگزاری این محفل بلند برداشتن احساس وطندوستی، خودشناسی ملی و ترغیب ارزش‌های والای فرهنگی باستانی میباشد. در محفل جوانان با ذوق بلندی سخنوری پارچه‌ها از شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی را قرائت نموده، مهارت خواندن و فهمیش عمیق خود را از این اثر گرانبها نشان دادند. جوانان و نورسان سعادتمند تاجیک اقدام پیش گرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را در خصوص آنکه به مثل کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورов به هر یک خاندان تاجیک به افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی کتاب شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی اهدا گردد خوش پذیرفتند و امروز اعضایان محفل پیروان پیشوای ملت و ولنتیران نزد ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت تصمیم گرفتند که در دستگیری از این اقدام سازنده و نجیب پیشوای معظم ملت و از پیروی تشبث پیشوای معظم ملت محفل شاهنامه خوانی در باغ کمال خوجندی دایر نموده باشند. مقصد از این نشست و تشکیل این محفل جلب جوانان و ارجگذاری به ارزش‌های ملی و فرهنگ و تمدن پرغناوت ملت تاجیک به حساب می رود. هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند. واقعا هم شاهنامه اثر بی‌زوال و نادر ملت صاحب فرهنگ و صاحب تمدن تاجیک است و هر یکی ما جوانان را ضرور است که این اثر را، این شاه اثر ملت را همچون گوهرک چشم پاس داریم. ارزش‌های معنوی و اخلاقی ملت خود را قدر نماییم، شاهنامه خوانی کنیم، وقتی خود را پرثمر استفاده بریم، همچون نمونه عبرت جوانان باشیم و با خواندن و یاد کردن از این اشعار گران ارزش نشان دهیم که ما واقعا هم ملت صاحب تمدن و فرهنگی هستیم. از یاد نمودن شاهنامه و اشتراک در آزمون شاهنامه خوانی که امسال بخشیده به افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان راه اندازی گردید، یک از مقصدهای اساسی ما به حساب می رود. ما تصمیم گرفتیم که از حساب ولنتیران نظیر ریاست کار با جوانان ورزش ولایت سوخت شاهنامه خوانها آنهایی را که در این آزمون اشتراک خواهند کرد آماده کنیم و از روی نظامنامه آزمون به این آزمون سطح بلند و با نفوذ جمهوریوی آماده گردیم. این یک اقدام خوب و نجیب و سازنده است. این امکانیت خوب است که جوانان وقتی خود را پرثمر استفاده برند و از اشعار گذشتگان خود، از شعرهای پرغناوت شاعر بزرگ فردوسی و شاهنامه بی‌زوال از بر نموده باشند. این اقدام همزمان یک نوع آمادگی به آزمون فرهنگی و ادبی بوده. اشتراکچیان با مسئولیت و جدیت خاصه به آن تیاری می‌بینند. به خصوص توجه جوانان به شاهاثر شاهنامه گواهی احترام آنها به میراث نیاگان و افتخار ملی میباشد. محفل مذکور با روحیه بلندی جوانان برگزار گردیده برای تحکیم خودشناسی ملی و ترغیب ارزش‌های معنوی سهمی ارزنده می‌گذارد. هر بیت شاهنامه یک سطر از دفتر شرف ملت تاجیک است. بناهای آباد گردد خراب، ز باران و از تابش آفتاب، پیافکندم از نظم کاخ بلند، که از باد و باران نیابد گزند. بدین نامه بس عمرها بگذرد، بخواند هر آن کس که دارد خرد. نمیرم از این پس که من زنده‌ام، که تخم سخن را پراکنده‌ام. هر آن کس که دارد هوش و رای و دین،
پس از مرگ بر من کند آفرین. پارچه از داستان رستم و سهراب. بیزد جنگ و بدرید پیراهنش، درخشان شد آن لعل زیباتنش. برآورد بانگ و غیره و خروش، زمان تا زمان ز همی رفت هوش. همی گفت که ای جان مادر کنود، کجای سرشته به خاک و به خود. چو چشمم به راه بود گفتمت مگر، ز سهراب رستم بیابم خبر. گمانم چنین بود گفتم کنود، کجای سرشته به خاک و به خود. چو چشمم به راه بود گفتمت مگر، ز سهراب رستم بیابم خبر. شاهنامه تنها کتاب نیست، داستانی هستی ماست، هویت ماست، ننگ و ناموسی ماست. بزرگی یک ملت از بزرگداشت قهرمانانش سرچشمه میگیرد و فردوسی آنها را به ما یادگار گذاشته است. پارچه از داستان سیاوش. تو چندان که باشی سخنگوی باش، خیرتمند باش و نکوخوی باش. چو رفتی سر و کار با ایزد است، اگر نیک باشدت کار بد است. نگر تا چه کاری همان بدروی، سخن هرچی گویی همان بشنوی. درشتی ز کس نشنود نرم گوی، سخن تا توانی به آزرم گوی. به گفتار دهقان کنون بازگرد، نگر تا چه گوید سراینده مرد. ببین فردوسیا هنگامه خود، نویس بر پیشوا یک نامه خود. به لطف پیشوا میبینی این دم، شکوه و قیمت شاهنامه خود. اگرچه شاه بود سلطان محمود، به فردوسی در همت نبکشود. به لطف پیشوا بعد 1000 سال، شکوه و قیمت شاهنامه افزود. ستایم پیشوای تاجیکان را، به هر کس داد کتاب تاجیکان را. سپس از بحر بیداری ملت، کند افزون صف شاهنامه خان را. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. بیننده های عزیز، مهمان نوبتی برنامه دنیا پر از جوانی است. این لحظه جوانان میباشند که در برابر دانشجو بودن خود شاعر نوقلم هستند. اینچنین روزنامه‌نگار جوان و دارنده جایزه های بانفوذ جمهوریوی آتازاده سهراب. خوش آمدید به برنامه دنیا پر از جوانی است. السلام علیکم بیننده عزیز تلویزیون ولایت سوخت و همچنین به شما اظهار منتداری میکنم که به برنامه پرشکوه و پرمحتوای خود دعوت نمودید. سهراب، بیاید صحبت را از آن آغاز میکنیم چون شما شاعر نوقلم هستید. مهر شعرنویسی، شعر دوستی، این همه از کجاست در شما؟ خب تشکر زیاد. واقعا ملت تاجیک را، خلق تاجیک را بدون شعر، بدون نظم، آهنگ، فرهنگ تصور کردن غیر امکان است که ما پیروان انسان‌های بزرگی هستیم که وجودشان با شعر آرای یافته بود، با فرهنگ، با مدنیت و همه زیبایی‌های دنیا. واقعا الکی وقتی از ابو عبدالله رودکی سخن میگوییم، این فراگیری همون عصرهای 9 و 10 است و امروز که عصر 21 رسا بعد گذشت زیاده از 1000 سال، امروز یعنی ما انسان‌های قادر بودیم که محض میراث نیاگانمان را حفظ کردیم، گرامی داشتیم و با افتخار، با غرور ملی از بر میکنیم و در پیروی به آنها چیزی میگوییم. بزرگان ما، شاعران و نویسندگان ادبیات معاصر ما توانستند که این میراث را حفظ نمایند و برعکس در دوران صاحب استقلالی کشور رشد دهند. مثلا دوام اگر 25-30 سال آخر را گیریم، میدان ادبیات شاعران نهایت زیاد را به منبر آورد که سروده هایشان، اشعارشان در پیروی به کلاسیکان گفته شده است و از رشد ادبیات تاجیک گواهی میدهد. ما نیز از خوردی در قلبمون همون علنگه شعر می درخشید و خواه ناخواه گرچنده که به شعرگویی دیرتر هم دست زده باشیم،
زیاد شعر ازبر میکردیم و این خواهناخا به شما تاثیر میرسون. حالا با راهنمایی استادان گرامی کوشش میکنیم که در تکمیلی شعرهای خود یعنی دوچند کوشش نماییم و چیزی گوییم که واقعا خوب باشد، پوچ و خالی نباشد و البته بر منفعت جامعه، بر منفعت دولت و ملت باشد. این شعر گفتن هم استعداد است و هم وابسته است به علم. من از گفتگوی شما پی بردم که از میراث نیاگانمان، از گذشتگانمان است که شما امروز به شعرگویی دست دادید و شعرهای خود را حتی یک مجموعه شعرها کرده روی چوب آوردید با یک کتابچه با نام در مکتب چشمانی تو. در آنجا مقدار غزل‌هایی که در آن کتابچه جمع آمدن چقدر است؟ ما از بس که اولین مجموعه بود البته کمبودی ها به نظر می رسد. با مصلحت و درخواست سریا حکیمووا ما 50 غزل را در این کتابچه جای نمودیم که از محبت و صداقت، عشق و مهربانی و دوستی و رفاقت سخن میکند. نقشه داریم سال آینده نیز یک کتاب دیگر که البته فکر میکنم از کتاب پیشتر کمی البته به نظر ما خوبتر است روی چاپ میاریم. سهراب، شما یکی از جوانان خوشبخت دوران استقلال هستید که چون شما غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتابست میباشید. اشتراک در این آزمون به شما چی داد و شما از آن چی گرفتید و امروز آیا در فعالیت شما آن به شما کمک میکند یا نه؟ تشکر زیاد. البته آزمون راهبلدی راهی راست و تقدیم کننده زندگی زیبا، حیات آسایشته، زندگی شایسته است. در خصوص آزمون فروغ صبحی دانایی نه تنها ساکنان کشور بلکه حتی خارجیان نیز مثلا فکر و اندیشه های مثبت خود را پیشنهاد کردند. این آزمون سرمایه گذاری معنوی جامعه است. مثلا وقتی که ما آزمون فروغ صبحی دانایی کتاب است میگوییم، این تنها نامش تقدیم کننده نور است، زندگی زیباست. مثلا از بازی که آزمون فروغ صبحی دانایی کتاب است راه اندازی شد 7 سال سپری می شود و طبق اطلاع های دسترس گردیده زیاده از 2 میلیون مراتبه در این آزمون اشتراک کردند. یعنی این به نهایت نتیجه بزرگ است. مثلا در یک دور یکم زیاده از 300,000 نفر داوطلب. این گواهی آن است که ساکنان کشور عزیزمان به کتابخوانی روی می‌آورند. البته روی آوردن به کتاب خواندن. بنده در سال 2022 از روی نومیناسیون ادبیات معاصر تاجیک در دور جمهوریوی غالب آمده بودم و روی آوردن به ادبیات، روی آوردن به ادبیات شناسی و همان نظم و نثری که شما در نظر دارید یکی از سببگار اساسی وارد شدن من به جهان ادبیات همین آزمون فروغ صبحی دانایی کتاب است بود. شما گفتید در نومیناسیون معاصر اشتراک کرده. این لازم میخواستم یگان پارچه غزل یا داستان قسمتی از آن را برای بینندگانمان گفته باشد تا آنها نیز از دانش شما باخبر بگردند. خنده‌ام از خورشید، اشکم از باران است، دلم از نرمی آتش، سرم از سختی سنگ، جانم از شیشه جوباران است. زادگاهم دیه، کارگاهم در شهر، وطنم شهر عظیم است یا کوه بلند، مسکنم در سر سنگ است یا دانه بر. من نمیدانم اگر هست خدا میداند. من فقط میدانم روحی من چشمه یکی بود، روان گشت و به دریاها رفت. دردی من ذره یکی بود، کلان گشت و به دنیاها رفت. دستهایم به درختان رفتند، چشمهایم به چراغان، پایهایم چو هوسهای نواموختگان گاه دنبال زرافشان رفتند. گاه چون باد بیابان به بیابان، گاه بیاد خیابان به خیابان. گاه چون باد خیابان به خیابان رفتند، گاه چون باد بیابان به بیابان.
جامه‌ام از من نیست. هر بهار از دیه جامه‌ی بی قصبی سبز سفیداران را می طلبم. تیر ماهان در شهر می خرم پیرهنی زرد چنارستان را. در زمستان از برف چادر می پوشم تا تنم یاد کند پیرهنی گرمی تابستان را. من غمی کفش ندارم، کفشم از آبله هاست. ره به ره نو به نوش پای مرا می کابد. ره به ره نو به نوش پای مرا می یابد. پدرم چوپان بود که پی چوپانی به یگان مدرسه عالم شد. من بسا مدرسه ها را گشتم لیک عالم نشدم. من پس از مدرسه چوپان گشتم. من همان چوپانم که خودش مال ندارد، اما پی مال دیگران دشت به دشت کوه به کوه می گردد. همه پیدای مرا می داند، همه پنهان مرا می داند. در جهان جز دل دیوانه ندارم چیزی. من نمی دانم، اگر هست خدا می داند. فکر میکنم این شعر از استاد آذرخش بود. بله، شعر استاد آذرخش است. همچون شاعری جوان امروز چگونه شما منفعت خود را به جامعه میرسانید؟ چه که قید کردیم، دوامی 35 سالی صاحب استقلالی، یعنی نزدیک 35 سالی صاحب استقلالی تاجیکستان، ما به دستاوردهای نائل گردیدیم که واقعا سزاوار اعتراف است. مثلا رشد زبان دولتی، یعنی هم تشکیل نمودن چندین برنامه و قانون‌هایی که مربوط است به زبان دولتی، این امکان فراهم آورد که ما یعنی در حقیقت کشوری عزیزمون را همچون صاحب تمدن و فرهنگ پرور و به قول زبان دوست به جامعه معرفی کنیم. کوشش میکنیم در این جاده استوارانه قدم زنیم و در رشد کشوری عزیزمون همه جهت سهمی ارزنده خیش را گذاریم. مثلا یک شعر لایق یا بازار یا همون شاعرهای بزرگی ادبیات معاصرمون بود که هزارها نفر را برد به راه راست، برای که زندگی امروز زندگی شایسته را برای ما تقدیم کرد. مثلا بازار صابر گفت که دوباره سازمد وطن به خشت جان خیشتن، ستون زنم به سقف تو به استخوان خیشتن. یعنی من راضیم برای بنیاد تو، برای حفظ تو، حتی جان خود را نثار کنم، یعنی برای همه چی آمادم. یا لایق با شعر تاجیکستان یا خیلی که استاد آذرخش یا شاعران ادبیات معاصرمون را گوییم، یعنی شعرهای آنها تکان دهنده نسل امروزه بود، گوییم اشتباه نخواهد شد. به فکر شما یک جوان را چی میتواند موفق گرداند؟ امکانیت، استعداد یا مهنت؟ خب تشکر زیاد. پیش از همه گفتن ضرور است که حالا ما به زینه موفقیت نرسیده ایم، اما با وجود این راهی همون راهی که گرچنده حالا به پورگی ناعیان است لیکن باوری دارم به موفقیت میرساند. و ما البته میگوید که در ضمیر هر شخص استعداد هست، اما چه خیلی که گفتیم در پی رشدی آن یعنی نه همه میکوشد. اولا یعنی استعداد خود به ما داده می شود، لیکن مهنت دوچند این میتواند شما را موفق گرداند. در برابر این امکانیت، یعنی در خصوص امکانیت حرف زدن هم به مورد است. مثلا امروز برای جوانان در کشور همه شرایط مهیا کرده شده است. تنها کمی همون مهنتی بالایی که گفتیم میتواند انسان را برد به همون قله‌ای که آرزو میکند به مقصد برساند. مثلا برای دانش آموختن، برای به همه، یعنی مثلا برای به ورزش مشغول شدن، برای کتاب خواندن، برای یگان کسب یاد گرفتن، یگان مانع امروز در کشور وجود ندارد. مثلا همه میتواند خود اختیار چیزی آموزد و از پی رشدی شخصی یعنی خیش باشد. لیو تولستوی میگوید که سرچشمه همه عیب‌های انسانی دو چیز است، یکی بیکاری
و دیگر اعتقاد به خرافات. یعنی ما باید از همین رو سر کنیم در پی رشدی زندگی شخصی خیش باشیم، یعنی بیکار نباشیم. خصوصا ما جوانان یک امکانیت است که ما باید از چنین شرایط ها پیوسته استفاده کنیم و قدر این همه آرامی و آسودگی برسیم، زیرا آینده دولت و ملت در دست ماست. بله. چون من خبر دارم شما صاحب خیلی دستاوردهای زیاد هستید، دارنده جایزه به نام واحد اسراری در ژورنالیستیکا و بیش از 300 مقاله های شما به فکرم اگر خطا نکنم روی چاپ آمده است در نشریه حقیقت سوخت. اینچنین غالب یک چند قطار آزمون ها هستید که من میخواهم بدانم پشت این همه موفقیت شما چی است و شاید یگان شعار دارد که شما را به پیش میبرد، چون همگان شعار دارند و شعار شما را میخواستیم بدانیم. خب تشکر زیاد. در برابر اون که مثلا قید کردن ضرور است، حالا در کرسی پنجم دانشگاه دولتی خوجان به نام اکادمی باباجان غفورов اختصاص زبان و ادبیات تاجیک روزنامه‌نگاری تحصیل میکنم و این یعنی در برابر هم ادبیات شناسی یک ساحه مهمی روزنامه‌نگاری را فرا میگیرد و البته این دو ساحه به هم یعنی از همدیگر جدا است و در برابر اون که مثلا در آزمون فروغ سپیدان کتاب است و چندین آزمون های سطح ولایتی و جمهوری اشتراک غالب آمدن، کوشش میکنم در سمت روزنامه‌نگاری نیز که اختصاصم به اون مربوط است یعنی فعال باشم. هنوز شروع از سال دوم تحصیل در نشریه ولایتی حقیقت سوخت کار میکنم و در شعبه اقتصادی کوشش میکنم از نازکی های پیشه روزنامه‌نگاری که واقعا یک کسبی خیلی مرکب و مبرم جامعه است آموزم و در حیات تطبیق کنم. میگن اگر گویی که بتوانم قدم در ده که بتوانی، اگر گویی که نتوانم برو بنشین که نتوانی. و تنها کوشش غیرت میتواند برد به کامیابی. باز میگردیم سری ایجادیات شما. میخواستم این لحظه یگان غزلتان را، غزل دوست داشته خود را بهر بینندگانمان قرائت کرده باشید. جناب عشق تو دادی حقوق پروازم، سپاس آن که شنیدی ز دور آوازم. بیا خوش آمدی در پیشتاق دل بنشین، ولی اجازه بده زود جای نو سازم. حیات کهنه ما را به نو مبدل کن، غمی زمین و زمان را ز سر براندازم. جناب عشق ببین وضع دهر ناخوب است و یا ز نام تو بر آدمان دم اندازم. سلام سبزه، سلام سبزه، ز تشریف خود دلالت ده که تیر خاک جهان را به تو بپردازم. برای نفع زمان می شود اجازت ده لیوای مملکتی عشق را برافرازم. بدانید سهراب، این لحظه یک امکانیت خوب است برای شما، چون من میخواهم پیام شما را به جوانانی که عین حال ما را تماشا دارند گفته باشید تا آنها نیز به مثل شما موفق بگردند، یعنی یک سری کوچیک موفقیت خود را بگویید. جوانانی دوران استقلال یعنی خوشبخت‌ترین هایی هستند که امروز برای دانش آموختن یعنی مانعی نیست برای آنها و از همین روز باید شروع کرد. تنها به جوانان روی آورده میگوییم که آرزو را کلام میکنیم و تاجیکستان عزیز را در عرصه بین المللی باز هم معرفی کنیم. تشکر زیاد که امروز به برنامه دنیا پر از جوانی است آمدید، اشتراک کردید و من باوری دارم که جوانان دیگر از شما عبرت میگیرند. تشکر زیاد. سلامت و سربلند باشید. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. بیننده‌های عزیز، این لحظه میگذاریم به بخش نوبتیمان، بخش دانشور. در این بخش ما از دانش جوانان با خبر خواهیم شد، پس در این سفر ما را همراهی کنید.
السلام علیکم. السلام. شما را ممکن؟ برنامه دنیا پر از جوانی این لحظه ثبت شده ایستاده است و ما بخش داریم، بخش دانشور، و در این بخش ما به شما سوال پیشنهاد میکنیم. اگر همه سوال ها را دانستید و به جواب درست دادید صاحب تحفه میشوید. سوال اول چنین است: 5 اکتبر در کشور ما کدام روز تجلیل کرده می شود؟ 5 اکتبر در کشور ما روزی همچون روزی زبان جشن گرفته می شود. مؤلف اثر صبح جوانی ما کی است؟ مؤلف اثر صبح جوانی ساتیم اولوغزاده می باشد. اولین بار شاهمات در کجا پیدا شده است؟ اولین بار شاهمات در هندوستان پیدا شده است. بهترین. عضو مطاری ارگانیسم انسان این کدام است؟ به فکر من عضو مطاری انسان این دل می باشد. شما به همه سوال های ما جواب درست گفتید و شما صاحب تحفه گردیدید. تشکر زیاد. مبارک باشه. برنامه دنیا پر از جوانی ثبت شده ایستاده است. ما بخش داریم با نام دانشور و در این بخش ما به شما 6 تا سوال میدیم. اگر شما به همه سوال ها جواب درست دادید صاحب تحفه میشوید. یکم سوال ما چنین است: 5 اکتبر در کشورمان کدام روز تجلیل میگردد؟ همه ساله همچون 5 اکتبر روزی زبان دولتی یعنی روزی زبان ترکی جشن گرفته میشه. بهترین. مؤلف اثر صبح جوانی ما کی است؟ به سوال دیگر میگذره. شاعر تاجیک که مادرنامه را لایق شعری میباشد. شاهمات اولین بار در کجا پیدا شده است؟ عضو انسان که آن را موتور دل مینامند آن کدام عضو است؟ عضو دل؟ بله، دل است. متاسفانه شما به همه سوال های ما به پورگی جواب دادن نتوانستید. ما به شما برار میخواهیم. 5 اکتبر در کشور ما کدام روز تجلیل کرده می شود؟ 5 اکتبر در کشور ما روزی زبان جشن گرفته می شود. اثر صبح جوانی ما مؤلف این اثر کی است؟ استاد ساتیم اولوغزاده می باشند. کدام عضو انسان را عضو موتوری ارگانیسم می نامند؟ دل. بله. مادرنامه اثر کی است؟ مادرنامه از استاد لایق شعری. بهترین. واحد چینکی قوه چی نام دارد؟ واحد چینکی قوه؟ واحد چینکی قوه نیوتن نام دارد. بلندترین قله تاجیکستان این کدام اسماعیل سامانی. بهترین. شما گرچه به یک سوال ما جواب داده نتوانستید ولی ما شما را غالب میدانیم. این تحفه از شما. به شما برار میکنیم. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. جوانان صدای آینده ملتند و هر یک عمل و کرداری که ما امروز میکنیم به آینده دولت ما نیز حصه میگذارد. پس ما جوانان را میباید که با دانش و خیرت خود بکوشیم تا به وطن عزیزمان خدمتگزار باشیم و برای رشد پیشرفت کشور عزیزمان سهمگزار باشیم و با حس بلند وطن دوستی و میهن پرستیمان به وطن عزیزمان خدمت نماییم. این است اینجا فرجام برنامه دنیا پر از جوانی است. تا برنامه‌های آینده، خیر عزیزان. که من جوانم دنیا پر از جوانی. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی.